آخرین کارت هشدار میده که باید به نشونه‌ها توجه کنی، چون فرصت‌ها سریع میان و میرن. خب، کارت اول داره به من میگه که در گذشته شکستی بوده، چه در کار چه در احساس، ضربه‌ای به روحت زده که باعث شده مسیرت خیلی سخت بشه. اما آس خش داره به من میگه نوید روشنایی شروع تازه، امضای قراردادی شراکت کاری که برات عالیه و مسیر کاریت رو متحول میکنه. از نظر احساسی خبری از شخصی با اسم رضا یا کسی که 2 اسمه باشه بهت میرسه که فوق‌العاده خوشحالت میکنه. حتی ممکنه یک پیشنهاد تازه باشه. 4 گیشنیز داره به من میگه این همکاری یا آشنایی فقط یک شروع نیست، بلکه به ثبات رسیدن واقعیه. یعنی به ثبات رسیدن و رشد واقعی ختم میشه. پایه‌ای محکم برای آینده تو. در این مسیر داره به من میگه که مردی بین 45 تا 55 سال که با عنصر خاک هستش، شغلش آزاده، آدمیه که خوش‌تیپ و خوش لباس همراهت میشه و حمایتت میکنه و خیلی تاثیرگذار خواهد بود تو سرنوشتت. اگر این نشونه با انرژی خودت حس کردی، برام کامنت بذار.